با سلام مجدد خدمت شما عزیزان با تدریس lesson D از یونیت 5 کتاب تاچسون 1 در خدمتتون هستیم. تکنولوژی addicts، کسایی که معتاد به تکنولوژی هستن، یعنی از اون خیلی استفاده میکنن، وابسته به تکنولوژی هستن. قسمت read the statements about technology. چند تا جمله، دو تا جمله داریم که در مورد تکنولوژی هست، میخونیم. Do you agree؟ آیا موافقید؟ Do you agree یعنی موافق بودن. Number 1. Technology is great. تکنولوژی عالیه، خوبه. It helps you keep in touch with people. It helps you بهت کمک میکنه keep in touch یعنی در تماس باشی با آدما، با افراد. Keep in touch یعنی در تماس بودن. Number 2. Technology is good. تکنولوژی خوبه but people spend too much time on their computers and cell phones. اما آدما میگذرونن تایم زیادی رو با کامپیوترشون و موبایلشون. حالا با هر کدوم موافق هستید میتونید که بگید I agree with number 1. I agree with number 2. Reading tip، نکته که مربوط به خوندن میشه. Before you read an article، قبل از اینکه متنی رو بخونید read the title. تایتلش رو بخونید. تایتل این درس، این آرتیکل Do you need a technology diet؟ آیا تو احتیاج داری؟ need احتیاج داشتن، یک رژیم تکنولوژی. diet یعنی رژیم تکنولوژی. Ask yourself questions. از خودتون سوال بپرسید. For example، به عنوان مثال What is technology diet؟ یک رژیم تکنولوژی چی هستش؟ Do I need it؟ آیا بهش احتیاج دارم؟ خب این جور سوالا که بپرسیم از خودمون میتونه به اون کمک کنه تا متن رو بهتر متوجه بشیم. Read the article، متن رو بخونید. What do technology addicts do؟ کسایی که معتاد به تکنولوژی هستن، وابسته به تکنولوژی هستن، چه کاری انجام میدن؟ Find 6 things. 6 تا چیز رو پیدا کنید. Technology is great. تکنولوژی خیلی خوبه. We text and email friends all day long. ما پیام میفرستیم و ایمیل میفرستیم دوستامون all day long، کل شبانه روزا، کل روزا. And we are always in touch with the office. و ما همیشه in touch هستیم یعنی در تماسیم با ادارمون، با دفترمون. Some experts یعنی کارشناسان. بعضی از کارشناسان میگن که A lot of people are now technology addicts. خیلی از افراد الان معتاد به تکنولوژی هستن، وابسته به تکنولوژی هستن. They spend too much time on computers and phones. اونا سپری میکنن اوقات زیادی رو با کامپیوترشون و تلفناشون، موبایلشون. So, how do you know if you have a problem? How do you know؟ چطور متوجه میشی که که اگر you have a problem، تو یک مشکل داری؟ چطور متوجه میشی که آیا یک مشکل داریم؟ Answer these questions. به این سوالات جواب بدید. If you answer yes to all of them، اگر جوابت yes باشه، بله باشه به همه اونها، maybe you're a technology addict. ممکنه تو یک معتاد به تکنولوژی باشی. What's the first thing you do in the morning؟ What's the first thing؟ اولین چیزی که you do، تو انجام میدی صبح. Do you check your email and text messages؟ آیا تو چک میکنی ایمیل تو و پیام میفرستی؟ Do you ever go out with one of friend and then spend time talking to a different friend on your cell phone؟ آیا تو بیرون میری go out، بیرون میری با یکی از دوستات with one friend and then و سپس spend time تو میگذرنید talking، صحبت کردن با to a different friend، با یه دوست دیگه ای on your cell phone، با موبایلت. با یکی دیگه رفتی بیرون و با یکی دیگه با موبایل داری صحبت میکنی. Do you spend a lot of time on your social network and hardly ever see your friends؟ آیا تو سپری میکنی تایم زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی؟ social network یعنی شبکه اجتماعی. and hardly ever و به ندرت see your friends، دوستاتو میبینی.
Do you answer calls or texts in a movie theater? آیا تو سینما جواب میدی به تماسات یا پیامایی که برات میفرستن؟ How much time do you spend online every day? چقدر تایم میگذرونی آنلاین؟ spend میگذرونی آنلاین هر روز. Is it more than 6 hours? آیا بیشتر از 6 ساعته؟ Technology is very useful. تکنولوژی خیلی مفیده، کاربردیه. Useful یعنی مفید. But if you spend all your time on your computer and your cell phone, that's not good for you and for your family or friends. اما اگه تو سپری میکنی all your time، تمام وقت تو on your computer، پای کامپیوتر و موبایلت، that's not good، خوب نیستش برای تو و خانوادت و دوستات. Maybe you need to go on a technology diet. Go on a diet یعنی رژیم گرفتن. شاید تو احتیاج داری که به یک رژیم تکنولوژی بگیری. What does that mean؟ یعنی چی؟ Well, enjoy breakfast with your family. Enjoy لذت ببر از صبحانه با خانوادت. Use your social networking site. استفاده کن از شبکه‌های اجتماعی، سایت‌های شبکه‌های اجتماعی. But meet your friends. اما ملاقات کن دوستاتو همچنین. And do something fun together. و کارهای خوب و سرگرم کننده با هم انجام بدید. Talk to the friends you are with now. صحبت کن با دوستی که الان باهاشی. You are with دوستی که الان تو باهاشی. So give it a try. یه تلاش کن، یه امتحان کن. Give it a try. امتحان کن. Turn off your phone. موبایلت خاموش کن. Just for a minute. فقط با مدت 1 دقیقه. Like right now. همین الان. According to the article، طبق آرتیکل متنی که خوندیم، What is good advice for a technology diet؟ چه نصیحتی خوبه برای معتادان به تکنولوژی، وابستگان به تکنولوژی؟ What is bad advice؟ و چه نصیحتی بده؟ یه نصیحت بده. Check the boxes. اینا رو چک میکنیم و ببینیم کدوم good advice هستش، یه نصیحت خوب، و کدوم یک نصیحت بد هستش. Number 1. Send a lot of text messages when you're at the movies. یعنی بفرست، send کن، بفرست پیام های زیادی هنگامی که شما در سینما هستید. خب یک bad advice هستش، یک نصیحت بدی هستش. Meet face to face with family and friends. یعنی ملاقات کن face to face، یعنی رو در رو، رخ به رخ، خانوادت و دوستات، که میشه یک good advice تا اینکه بخوای پیام بدی اینا. رو در رو برید همدیگه رو ببینید. Turn off your cell phone sometimes. گاهی اوقات موبایلتو خاموش کن. It's a good advice. Turn off یعنی خاموش کردن. Check your email right after you get up in the morning. چک کن ایمیل تو right after، درست بعد از اینکه you get up، تو بیدار میشی صبح. خب این یک bad advice هستش. Spend more time with friends یعنی سپری کن تایم بیشتری رو با دوستات. And less time و تایم کمتری رو در شبکه‌های اجتماعی. More time, less time. زمان بیشتری، زمان کمتری. It's a good advice. Eat meals with your family and talk. یعنی غذا بخور با خانوادت و صحبت کن. It's a good advice. Part listening and speaking using phones. What do people use their phones for؟ یعنی افراد برای چه کارایی موبایلشون رو استفاده میکنن؟ Use for یعنی برای چه کارایی استفاده میکنن؟ How many different ideas can you think of؟ چند ایده مختلفی، نظر مختلفی میتونی بهش فکر کنی. Tell the class به کلاستون میگید. They go on the internet میشه رفت به اینترنت. They send text messages میشه پیام فرستاد. Listen how do Megan and Ryan use their phone. ببینید که چطور مگان و رایان استفاده میکنن از تلفن‌هاشون. Check the boxes. Megan she checks her email. ایمیلاشو چک میکنه. She pays bill یعنی قبضاشو میده. bill یعنی قبض، قبضاشو پرداخت میکنه. pay پرداخت کردن.
She goes on her social networking site. او میره به شبکه‌های اجتماعیش. She listens to music. به موسیقی گوش میده. رایان he plays game. بازی کامپیوتری بازی میکنه. He takes people. به افراد پیام میده. He calls in his girlfriend. به دوست دخترش پیام میده. تماس میگیره. He takes photos. او عکس میگیره. خب گوش میکنیم که ببینیم چه کارایی رو انجام میده. Megan, so, how do you like your new cell phone? Oh, I love it. I use it all the time. Really? Yeah, it's a smartphone, so I use it for email. I think I check my email every 5 minutes. What about texting? Do you text a lot? Well, yeah. I mean, I never make phone calls. I just text people. And I go on my social network a lot. Probably once or twice every hour. What about music? Do you use it to listen to music? No, I don't. I mean, I'm just too busy. Ryan. You have a cell phone, right? Yes, I do. So what do you do with it? Your cell phone? Well, I send a lot of text messages and, Do you ever go on a social networking site? well, not with my phone. I mean, it's not a smartphone. I use my laptop for that. What about phone calls? Do you make a lot of phone calls? Well, I call my girlfriend a lot. I talk to her 3 or 4 times a day. Really? So how often do you see her? Well, she lives about 200 miles away, so only once a month. Huh. Just once a month. Yeah, but we talk on the phone all the time. And if I see something interesting, I take a photo of it with my phone and I send it to her. It's great. خب مگان استفاده میکنه برای she checks her email. ایمیلاشو چک میکنه and she goes on her social networking site. پس اولی و سومی شد. رایان he texts people and he calls his girlfriend. Part C. Discuss the questions. بحث کنید در مورد این سوالا با partner. Do you and your partner use phones for the same thing? آیا استفاده مثل هم میکنید با پارتنرتون از گوشیتون؟ سوال اول What kind of phone do you have? چه نوع موبایلی داری؟ آیفون، سامسونگ. What kind of phone do you have? چه نوع گوشی داری؟ چه نوع تلفنی داری؟ What do you use your phone for? برای چه کاری استفاده کردن و for هم که حرف اضافی هست که با use استفاده میشه. Do you send a lot of text messages? آیا تو میفرستی پیام های زیادی؟ Who do you usually text? معمولا به کی پیام میفرستی؟ Who do you usually call? به کی معمولا تماس میگیری؟ با کی تماس میگیری؟ Do you use your phone everywhere? آیا تو استفاده میکنی از تلفنت همه جا؟ Where don't you use your phone? کجا don't you use استفاده نمی کنی از گوشید؟ میتونید سوالا رو پارتنرتون بپرسید و جواب بدید. قسمت writing technology and you تکنولوژی و شما. How do you use your computer or phone? چطور استفاده میکنی؟ How do you use استفاده میکنی از کامپیوتر و گوشید. Make a list of the different ways. میتونید یک لیست تهیه کنید که با کامپیوترم این کارا رو انجام میدم و با موبایلم گوشیم این کارا رو انجام میدم. قسمت help note که بهمون کمک میکنه چجوری یک رایتینگ بنویسیم. Linking ideas with and but. با حروف ربط and و but آشنا میشیم. I have a smartphone and a desktop. دو تا کلمه رو با هم دیگه ربط میدید. من دارم یک گوشی هوشمند و یک کامپیوتر رومیزی.
I want a new computer and I need some advice. دو تا جمله رو به هم ربط داده. بالا دو تا لغت بود، اسمارت فون و دسکتاپ. اینجا دو تا جمله. من یک کامپیوتر جدید میخوام و احتیاج دارم some advice، مقداری نصیحت. اما کاربرد but I have a smartphone and a desktop but I need something for class. but اما اوکی که یه جوری یه چیز متفاوتی رو میخواد بگه با قسمت اول، با جمله قبلمون. من گوشی هوشمند و یک کامپیوتر رو میزی دارم اما من احتیاج دارم یه چیزی برای کلاس که میبینیم قبل از بات کاما اومده. قبل از اندم وقتی دوتا جمله رو با هم ربط میده کاما میذاریم، ولی وقتی دوتا لغت رو با هم ربط میده هیچ علامتی قبلش نمیذاریم. قسمت رایتینگی که به عنوان مثال داریم Hi there، هم سلام کردن از Hi. I want a new computer، من یک کامپیوتر جدید میخوام and I need some advice و مقدار نصیحت احتیاج دارم. I have a smartphone and a desktop but I need something for class. I like the new tablets but they're expensive. من دوست دارم یک تبلت جدید، تبلت های جدید رو، اما اونا خیلی گرونن. How do you like your tablet؟ How do you like گفتیم وقتی میخوایم نظر کسی رو در مورد چیزی بدونیم. نظر در مورد تبلت چیه؟ What do you use it for؟ برای چه چیزی استفاده میکنی ازش؟ Thanks. Write a reply to the email above. حالا این ایمیل رو داریم، شما باید یک ریپلای بنویسید براش، یک پاسخ بنویسید براش. Use and but. از and و but استفاده میکنیم to link your ideas، برای متصل کردن نظراتت. Then read your classmates replies. سپس پاسخ همکلاسیات رو میخونید. Do they give the same advice as you؟ آیا آنها هم نصیحتی شبیه شما کردن؟ که میتونید یه رایتینگ بنویسید. Take the quiz in the article with the partner. اون کویزی که توی آرتیکل بود با پارتنرتون انجام میدید. Ask and answer the question. میپرس و جواب میدید سوالاتو. Does your partner need a technology diet؟ آیا پارتنرت احتیاج داره به یک رژیم تکنولوژی؟ Do you؟ تو چطور؟ خب در این قسمت هم تدریس یونیت 5 به پایان میرسه و در ادامه تدریس درس 6 رو خواهیم داشت. شما رو به خدا بزرگ